کپنگ این دل لامسته پیشت کیره؟ آخه ما اصلا هیچ جوره به هم دیگه نمیخوریم. چطوری باید بخوریم؟ خیلی با هم دیگه فرق داریم. تیپ و استایل شما با من خیلی متفاوته. اینا رو حل میکنم، یه جوری تغییر کنم عشق کنی، از اول میکوبم میسازم. تا تغییراتتون چی باشه؟ خانمای عزیز سلام. امروز درس جغرافیا داریم. کی میدانه آفریقا کجاست؟ سر جاش آقا. او درد. گوش تلخ. کی میدانه مردم ایتالیا به چه زبانی با هم صحبت میکنن؟ معلم ترکی. آخه ناشیرین، مردم ایتالیا چرا باید به زبان ترکی با هم صحبت کنن؟ معلم همه جای دنیا ترک داره، حالا اونا ندارن مشکل اوناست، به ما ربطی نداره. حامد تبریزی تو بگو. آقا تو ایتالیا مردم به زبون مادری صحبت میکنن. باریکلا. زبان مادریشان چیه؟ ترکی آقا. شغل مردم مکزیک چیست؟ بلال فروشن. بلال مکزیکی. محشید. غروب کدام شهر خیلی رویاییه؟ گروه ربات کریم آقا. دهنت منگوری. بزرگترین قلعه دنیا در کجاست؟ معلومه دیگه ایران. کدام قلعه؟ قلعه حسن خان دیگه. رنگ پرچم کشور چین چرا قرمزه؟ چون قرمز خیلی بهش میاد. این هدیه کجا دلم بذارم؟ اصلا ولش کنید، بس عوض بکنیم. کیا دوست دارن مهاجرت کنن؟ آقا ما قبلا مهاجرت کردیم. آفرین. از کجا به کجا؟ از جاده ساوه به تهران پارس. خیلی دوره لامصب. بیام اونجا توکوپاسم. کی میدونه مهاجرت معکوس چیه؟ آقا همینی که داش حمید فرمود، این سری ما برعکسش میکنیم. از تهران پارس برمیگردیم جاده صاحبه، به این میگن مهاجرت معکوس. دهنده ببند دراز. مهدی تبریزی، شما اگه بخوای مهاجرت کنی کدام کشور انتخاب میکنی؟ اجازه تایلند. چرا؟ به خاطر آب و هوای خوب و خاک حاصل خیزش. بی تربیت. سجاد تو بگو، تو چه استعدادی داری که با اتکاب او بخوای از این کشور خارج بشی و بپذیری؟ آقا من میتونم با دهنم ساز بزنم. باور نمیکنی نگاه کن. خاک تو سرت کنن، مگه مسابقه محلی است اینجا؟ خانمای عزیز بگن شما چه دلیلی دارین برای مهاجرت؟ استاد اجازه؟ شوهر پولدار خارج نشین. اولین قدم برای مهاجرت چیه؟ امضای والدین برای رضایت رفتن خانم‌ها به مسافرت. شربتی؟ تو چرا تا حالا مهاجرت نکردی؟ آخه چشای من، ما ننه آقامون پیره، اون ور دنیا طلا هم باشه اینا رو ول نمی‌کنیم بذاریم بریم. مادر همه جانت زنم، شوق نفس کشیدنم. دوستان من یه سر تا آموزش برم، الان سریع برمیگردم. این همه جمله انگیزشی رو از کتاب دکتر امیر مخبریان به ما میگفتا. من این کتابشو خوندم، واقعا خفنه. خانم محشید، شما چرا تا حالا مهاجرت نکردی؟ آخه پدرم اجازه نداد. آخه اینم یه مشکل دیگه. پدر مادرها رو بچه‌هاشون خیلی حساسن. نه اینکه بگم اونایی که رفتن پدر مادرشون حساس نبودن، نه هرگز. ولی بعضیا با این قضیه کنار میان، بعضیا کنار نمیان. حالا ولش کنیم این بحثه. حالا یکی یکی بگید ببینم چرا تا حالا مهاجرت نکردین؟ واقعیت شما معلم من خیلی دوست دارم مهاجرت کنم، ولی چون جسی پاسپورت نداره از بستان آباد بیشتر نمیتونیم بریم اون برتر. استاد منم اگر بشه میخوام برم، نه اینکه اینجا بد باشه ها، میخوام برم واسه زندگی بهتر. آقا من میگم اونجا چی داره که اینجا نداره؟ هر جا باشی باید تلاش کنی که تلاش کنی. من رفیقام رفتن ژاپن، عضو یاکوزا هم شدن، خیلی هم درآمدشون خوبه، ولی زنگ زدن میگن هیچ جا جاده ساوه و استان شهر نمیشه. تو خوشگل منی، بند جون منی. آقا من
من رفتم حتما تو هم رفتی دهاتتان. رفتم ترکیه ولی غم غربت منو گرفت. بابا آقا این خالی میبنده یه بار قصی رفته ترکیه، هر بار بهش زنگ میزنم جدیدن میگه ایرانم داداش. نه ایرانم چیکار داری داداش؟ ایرانی؟ آقا اجازه این سدزرم همه چیزش گستیه. مثلا چی؟ مثلا همین دندوناش. البته دندوناش رو جای خوب گستی انجام داده. رفته کلینیک سر 12 ماه اقساط داره بدون بهره، 50% تخفیف، 10 سال هم که پالیش رایگان. حامد تبریزی تو چرا ساکتی؟ تو مهاجرت نمی‌کنی؟ آقا من آماده رفتنم، فقط دارم بلیتشو میگیرم. بلیت؟ آره آقا، یه بلیت واسه بابام، یه بلیت واسه مادرم، یه بلیت واسه مادر بزرگم، 10 تا بلیت واسه رفیقای تورگیم، یه بلیت VIP واسه داش مهدی. ببین من آماده رفتنم ها، فقط یه شرط داره. چه شرطی؟ شرطش هم اینه که هر کی و هر چی رو دوست دارم با خودم ببرم. مثلا شال گردنی که مادرم واسم بافته، کاپشن چرمی که بابام واسم گرفته، موتوری که داش مهدی برام گرفته، خونه ای که بچگیامو توش بزرگ شدم و دوست دارم با خودم ببرم، خاکی که قرار مادر بزرگمو توش بذارن و دوست دارم ببرم. مادر بزرگمو ببرم، دوست دارم خاکمو ببرم. خیلی ترک تحصیل قرار گرفتن. پاشید بیاد گمشید بیرون. پاشید گمشید. بابا لامصب، میگم هر شب دارم خواب تو میبینم، اینجای منزا داری تو. آخه من هر جور حساب میکنم و اصلا بهم نمیخوریم. بیا من چند تا سوال بپرسم ببینم علایقمون چقدر از هم فاصله داره. بپرس. خب موسیقی مورد علاقت چیه؟ من راکن رول گوش میدم. خب شما چطور؟ منم حسن شمائل زاده. خب بده؟ نه بد نیست. خب ولش کن. غذای مورد علاقت چیه؟ من پاستا دوست دارم. پاستا با املت زیاد فرق داره؟ خیلی فرق میکنه. خب اینم ول کن. تفریحات شما چیه؟ من تخصصی پاتیناژ کار میکنم. این که گفتی با تخت نرد زیاد فرق داره؟ خیلی خیلی فرق میکنه. من یه دور میزنم برمیگردم با اجازهتون. بچه‌ها میخواستم یه چیزی بهتون بگم. خب میخوام حتما میخوای ریشاتو بزنی. آره غلط کردی مجید، این چرا رو جنازه من رد چی؟ خدا نکنه تو خودتو دخالت نده داداش. چشای داداش، عشق داداش، زشته. قرار بود انقدر حولبازی در نیاری ها. داش حمید این داستانش خیلی فرق میکنه. سری قبلم داستانش فرق میکرد. بی خیال بابا، هر شامو میزنم. به خدا چه یه دختر اینقدر ارزش نداره. داش مهدی این دختره خیلی بیشتر از این حرفا ارزش داره. داش حامد تویی و ریشاتا. میزنم آجی میزنم. میگم اگه کل ماشین ریشتراشای شهرم خراب کنی بشکنی من این کارو میکنم. زدی هم با ژیلت بزن. راست میگه، خوش بزنی درد میگیره. ول کن بابا، من میرم ریشامو بزنم. نزنی نزنی بابا، نزن. یه لحظه جهامه. کلینیک سر. زنگ آخر دلم تنگ تو میشه، میدونم بعد کلاسا که بیام برسم پیشت. آخه دنیا رو بدن هیچکی برام مثل تو نمیشه. بیا عاشقی کنیم با هم دور بشیم که چیشه. نمره 20 کلاسو میگیرم واسه دوست داشتن تو، حتی تا دانشگاه میرم. واسه خاطر تو هر جمعی من عمرن نمیرم، کنار خودت میارزه پیش تارون میگیرم. زنگ آخر ولی تو جونم، قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم، پای تو میمونم. ولی تو جونم، قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم، پای تو میمونم.